موفقیت فیلم سه‌بعدی اواتار با کارگردانی جیمز کامرون همه را در هالیوود به ساخت چنین فیلم‌هایی تشویق کرده است. مایکل بی که مدت‌ها از ساخت فیلم‌های سه‌بعدی انتقاد می‌کرد، اکنون مشغول فیلمبرداری فیلم ترانسفورمرز شماره 3 توسط دوربین‌هایی است که جیمز کامرون به ساخت آنها کمک کرد. از دیگر کسانی که به این فناوری روی آوردند میتوان اشاره کرد به مارتین اسکورسیزی برای فیلم هیوگو کابری و راب مارشال در 4مین سری فیلم دزدان دریایی کارائیب. جیمز کامرون که پیشتاز این گونه فیلم سازی است میگوید Michael Bay is having a lot of fun shooting 3D, really enjoying the process of shooting 3D. It's the first time he's worked with digital cameras. مایکل بی خیلی از این نوع فیلم برداری سه‌بعدی خوشش اومده. این اولین باریه که با این نوع دوربین ها کار میکنه. این یک تحول در هالیووده. مارتین اسکورسیزی هم که کارگردان سرشناسیه الان داره این نوع فیلم برداری رو تجربه میکنه. اون آدم نوآوریه و دوست داره چیزهای جدید رو امتحان کنه. فناوری سه‌بعدی هم شیوه جدیدیه برای خلق زیبایی. هر فیلم برداری هم که با این فناوری کار کنه زیبایی رو به سبک خودش به تصویر خواهد کشید. جیمز کامرون خود سعی دارد فیلم معروفش تایتانیک را به صورت سه‌بعدی ارائه دهد. او با یک کمپانی قراردادی امضا کرده تا فیلم تایتانیک محصول سال 1997 او را به صورت سه‌بعدی درآورند. I think that with careful guidance and working closely with them and with spending the right amount of time and money on it, which فکر می‌کنم با راهنمایی‌های دقیق و همکاری نزدیک و همچنین هزینه کافی که حدود 1 سال طول خواهد کشید بتونیم محصولی ارائه بدیم که برای بیننده یک تجربه سه‌بعدی خوبی باشه. For the average viewer to real 3D. جیمز کامرون میگوید با اینکه تمام فیلم‌های آینده‌اش به صورت سه‌بعدی فیلم برداری خواهند شد، گزینه ساخت و تولید مستندی دو بعدی را کنار نخواهد گذاشت. Right now the 3D cameras still require. دوربین‌های سه‌بعدی نیاز به خدمه زیادی خواهند داشت. برای ساخت فیلم داستانی خوبه چون همیشه خدمه کافی در اختیار داریم. ولی برای ساخت یک مستند و با افراد کمتر راحت‌تر از دوربین‌های قابل حمل دو بعدی استفاده کرد. ولی در فیلم‌های داستانی خودم حتما به شیوه سه‌بعدی فیلم برداری خواهم کرد. نسخه ویژه فیلم اواتار با 9 دقیقه ویدئوی اضافه روز جمعه گذشته در آمریکا و کشورهای دیگری چون هند و بریتانیا برای بار دوم وارد بازار شد.